خب درود و سلام هموطنان عزیز، همدیوران و شنوندگان عزیز. ما عینی حال با ایشون خلیفه همطوری که میبینید سلام برسون به بچه ها و ابوزکریا داریم طرف شتلند میریم نزد کنسولگرایی کشور ترکیه و امیدوارم که بتوانیم صدای شما و صدای خودمون را و اینچنین صدای حرکت سیاسی گروه 24 را به تمامی جامعه جهانی و اینچنین نمایندگان ترکیه برسانیم راجع به ناپدید شدن رهبر حرکت سهراب ظفر و نماینده آن نسیم جان شریپوف و برادران واقعا در یک روحیه بلند سفر دارند و امیدوارم که در چند لحظه بعد پس از چند لحظه بعد بتوانیم یک نوار کوتاه و یا یک تصویرهای گوناگون از روند تظاهرات برای شما پخش کنیم و عین حال اگر ایشانی خلیفه یگان سلام و یا درود داشته باشم به بینندگان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روحیه‌اش خیلی است ایشان. روحیه جوجی بجاج. در سطح عالی است ان شاء الله. ای والله انفسکم برادر ابوزکریا هم در یک روحیه بلند و ان شاء الله امیدوارم که بتوانیم یک تظاهرات خوبی برای شما داشته باشیم و باقی شما رو وقت میسپارم. ان شاء الله امیدوارم که ببینیم. حتما رحمان امید نکند که با تهدید کردن، دزدیدن، بردن روحیه کسی را میشکند. روحیه قوی است و ان شاء الله امینین که پیروز میشویم. سه سردار اینا نه صفحه شدگی اگر اون بود سه سردار دیگه سه سردار خدا بگو اگر من سردار بشم ممکن رحمان رو بکشیم. زنده و سلامت باشین بخیر. ببینیم